سلام برای دوست داشتنی، چطوری ماریان جیارم؟ خوش اومدید به این ویدیو. برابرش امروز اومدیم برخلاف ویدیوهای دیگه که توی کانال گذاشتیم. امروز یه سوالی بود که برای خودم اومده بود تو ذهنم، حالا گفتم شاید برای شما سوال باشه، ویدیوشو گذاشتم. سوالم چیه؟ این کلاسی که میبینید، این کلاسی که فلان به سال هر چیه، حالا تو کامنت ها هر چی بخوای بهش بگیم، حالا نمیگم، در رسوله این کلاس بدون گام، بدون نایف، اگه زیر پای ما قرار بگیره در دوئل، در هر چی، بدون آپگرید و آپگرید شده، چه اتفاقی برای ما میفته؟ همین کلاسی که پشت آقا سینا هست. امروز اومدیم با آقا سینا این کلاس رو تست کنیم. بله، یه بار بدون آپگرید، یه بار با آپگرید. من آرمورام 200 پره، ببینیم چی میشه. خب ثانیه شما رو همین بغل براتون گذاشتم، خودم صحبت نمی‌کنم، خودتون ببینید چی میشه. بله، همینه که دیدیم. کلاس عادی، یعنی بدون آپگرید شده، تو 10 ثانیه میندازه. کالا با دمیج رنجش ندارم که میده. کالا اف این با خودت تو 10 ثانیه. خب الان آپگرید کردیم، سینا آپگرید کرده، بریم ببینیم این چند ثانیه طول میکشه. یا خدا، بریم ببینیم چی میشه. دیدین که داخل هر دو کلاس ما تو 10 ثانیه میمیریم. میگه خب این چه فرقی کرد؟ خب دیگه فرقش اینجاست، توی کلاس آپگرید شده سریعتر کلاست پر میشه و دیرتر کلاست خالی میشه. یعنی ببین در هر صورت بدبختی. من نظری نمیدم، بدون تویی میخوام این نظری بهش بدم. شما میتونید نظرهای حالا بعدتون رو آزادین تو کامنت ها بدون سانسور بگید. ولی این کلاس هم موقعی که میزنه ما رو دمیج میکنه و تو 10 ثانیه ما رو میندازه و سرعت ما رو کم میکنه و سرعت اون رو زیادتر میکنه. خب کالاف چه کلاسی تو آوردی؟ بعد با شکایت ها که بچه ما کردن، بچه ما نکنن، بچه کالاف اومده به جای که اینو ورداره کمتر کنه، دمیجشو از 15 تا 20 بوده کرده 20 تا 25. خب کالاف من دیگه چه توینی به تو بکنم؟ بابا لام از سبه کلاس رو وردار، دادا بروکنم باشه بخواد با یک درگیر بشه بره داخل این کلاس. ببخشید اون یه تیر بزنه این مرده، چون در صورت بزنه آتیشه، وقتی از آتیش هم میره بیرون دمیج میشه. خب من گم بزنم توی کالا،